حکومت مردمی و کاملا دموکراسی بر مردم هست. فرقی نیست بین شیعه و سنی. ما بحث مذهب نداریم. صحبت بر این نیست که شیعه باشد یا سنی باشد. یک حکومت مردم بر مردم، یک دموکراسی آزادی، یک آزادی بیان، تمام ادیان، تمام ایده ها آزاد باشند. ایناله اگر کسی ربوبیت الله را میفهمه و اساسات دموکراسی را میفهمه که دموکراسی در اساس اندیشه و عقیده خود با اساس اندیشه و عقیده اسلامی در تکر است. اسلام میگه که این الحکم الا لله، حاکمیت